سلام به سید جواد یوسفبک عزیز و بحث سراپا حالش درباره ادبیات و شاهنامه عزیز، شاهنامه فردوسی که هم پایه ایلیاد و اودیسه و بسیاری از آثار بزرگانی. مخلصیم. سلام به مردم، سلام به شما، در خدمتون هستم. بله، فردوسی و شاهنامه که سره واقعا تو کاری که خودش داره انجام میده و روی قله آنچنان رفیعی وایساده که ما همواره در طول تاریخ تلاشمون برای اینه که شاید بتونیم به این دامنه این قله بلند برسیم و به هر میزانی که به همین دامنه هم میرسیم پر از حظ و پر از لذت و پر از شور میشیم. الان هم تو این وضعیتی که هستیم به نظرم رسید که درباره شاهنامه صحبت کردن واقعا جا داره، چون در واقع این مفاهیم جنگ و صلح رو تو جهانبینی فردوسی و شاهنامه دنبالش گشتن. این رو به ما نشون میده که اولا چقدر عجینه با امروزمون و چقدر حرف روز داره میزنه و اینکه اگر داریم از جنگ، صلح و مفاهیم این چنینی صحبت میکنیم، وقتی سراغ شاهنامه میریم داریم در مورد جنگ ایرانی، صلح ایرانی، آن چیزی که تنیده در فرهنگ و خوی این ملت که در ادوار مختلف این ملتن که ملت بودنشون همواره مونده و همین خوی و این فرهنگه که در واقع نگهشون داشته و از این جهت خیلی جا داره که بپردازیم به این قضیه. خیلی عالی. برو بریم. عرضم خدمت شما که خب ما به شاهنامه که مراجعه میکنیم این رو مشخصاً میبینیم که نظرگاه فردوسی و آن چیزی که بیان میکنه مشخصاً اینه که عامل جنگ به عنوان اولین محوری که بخوایم بهش برسیم، عامل جنگ اصلا بیرون نیست و از درون شروع میشه. همونطور که انسانیت، همونطور که ضد این مفهوم خشونت و اینها همه درونه، یعنی عالم کبیر اصلا اون توه، همچنین هم عامل جنگ، یعنی در اندرزی که در گفتگویی که بزرگمهر با انوشیروان داره این رو اشاره میکنه بهش. حالا من تو هر مبحثی که برسیم چند تا بیتی رو سعی میکنم که با توجه به وقتمون بخونم. میگه که دهند اهرمن، 10 تا اهریمن درونی رو برمیشماره. دهند اهرمن هم به نیروی شیر، که آرند جان و خرد را به زیر. هم جان هم خرد. هم جان و هم خرد که آغازگر شاهنامه است. آغازگر شاهنامه. جان و خرد رو این اهرمن‌های درونی میارن به زیر. بدو گفت کسری، یعنی انوشیروان، که 10 دیو چیست که از ایشان خرد را بباید گریست. چنین داد پاسخ که آز و نیاز، 2 دیوند با زور و گردن فراز. دگر خشم و رشک است و ننگ است و کین، چون نمام و دو روی و ناپاک دین. 10 آن که از کس ندارد سپاس، به نیکی و هم نیست یزدان شناس. طمع، نیاز، خشم، حسد، بی‌آبرویی، کینه، سخنچینی، درویی، ناپاکدینی و ناسپاسی، که ناسپاسی که در واقع از مخلوق نباشه، در واقع ناسپاسیه که یزدان ناشناسی هم در واقع توش هست. که حالا تو جنگ هایی که ما تو شاهنامه داریم میبینیم اساساً از میون این 10 اهرمن آز و رشک رو خیلی مشخصتر میبینیم، یعنی بحث طمع و حسد. که حالا من به عنوان نمونه میخوام به داستان فریدون و پسرانش اشاره بکنم که خیلی انگار که اصلا وضعیت ماست و خیلی نقاطش رو میشود تو اون رهگیری کرد. شما در این مورد فرمایشی که نه بیا من هر جا که بله شد میام. مخلصی. خب فریدون 3 تا پسر داره، سلم، ایرج و تور، که ایران رو بین اینها در واقع تقسیم میکنه. ترکستان و چین رو به تور میسپره، روم و غرب رو
به سلم میسپره که پسر بزرگتره و ایران، این ایرانی که الان امروز میشناسیم رو به ایرج میسپره. خب اینها هم میپذیرند و پیش میرن تا بعد از یه مدتی که سن فریدون هم بالا میره، سلم و تور یواش یواش سرکشی هاشون رو شروع میکنن. از سلم هم آغاز میشه، به تور نامه میفرسته که این چه وضعیتی که پدر ما قسمت بندی کرده، اون گل مملکت رو که ایرانه رو در واقع داده به ایرج و به ما که حالا خودش که در واقع پسر این بزرگتر در واقع هستش، حسدیه که دو برادر حسدیه بودن. که در واقع از همینجا شروع آغاز میشه میشه. و اونها میدونن که این گل سرزمین اینجاییه که دست ایرجه. نظامی هم یه جای اشاره داره، همه عالم تن است و ایران دل، به. نیست گوینده زین قیاس خجل. هیچ خجالت هم نمیکشم همچین قیاسی بکنم. همه عالم تن است و ایران دل، و همین دل تپنده بودن است که ما عملا همین امروز هم داریم میبینیمش. این قابل رشک و قابل حسدش کرده، چون این تپندگی در واقع این عالم از اونجا داره اتفاق میفته. این رشک و حسد از اون موقع وجود داره. خب نامه می نویسن به فریدون که این تقسیم بندی که کردی عادلانه نیست و اگر که نخوای تغییر توش بدی ما می جنگیم و شمشیر می کشیم و ایرج رو در واقع بفرست پیش ما که باش صحبت بکنی. فریدون اون وقت یه صحبتی داره با ایرج. در واقع ایرج داره برای مذاکره میره پیش سلم و تور. فریدون به ایرج میگه که این صحبتی که داری میری میکنی حواست باشه تو چه موقعیتی هستی. اینها وضعیتی هستن که شمشیر کشیدن، اینا مذاکره به اون معنی نمیخوان بکنن، اینا در حالت شمشیر آخته دارن با تو صحبت میکنن. بنابراین این توصیه رو بهش داره: تو گر پیش شمشیر مهراوری، سرت گردد آسوده از داوری. وقتی در مقابل شمشیر، آیین مهربانی رو داره بهش یاد میده. مهربانی از موضع قدرت، نه از موضع ضعف. نه از موضع ضعف. اصلا مهربانی از مهر و مهربانی از موضع ضعف هیچ کدوم اینا نیست. در واقع مهربانی هم نیست. عرض کردم هیچ کدوم نیست. یک پوششیه برای اینکه من انفعال خودم رو نشون بدم دقیقاً. در واقع. و اون وقت چقدر دقیق فردوسی داره میگه: در مقابل شمشیر وقتی بخوای مهر نشون بدی، سرت گردد آسوده از داوری. هم سرت رو از دست میدی، سری دیگه اصلا برات باقی نمیمونه که بخوای مهری داشته باشی. هم این که سرت گردد آسوده از داوری، تو دیگه قدرت تحلیل رو هم از دست میدی، قضاوت درستی هم نمیتونی داشته باشی، یعنی خودت نابود شدی و به این نابودی تن در نده. گرت سر به کار است بپسیچ کار، در گنج بگشای و بربند بار. اگه حواست هست، اگر سرت رو دوست داری، در گنجینه رو باز بکن، هزینه کن برای دفاع و برای هزینه هم دیدن. از درونه. هزینه هم از درونه و آماده این کار باش. تو گر چاشت را، خیلی بیته، تو گر چاشت را دست یازی به جام، وگرنه خورند ای پسر بر تو شام. اگر اول صبح، دست بالا رو باید داشته باشی، اگر اول صبح صبحانه پیروزی نخوری، بر جسدت شام پیروزی میخورن. اصلا دست کردن نداره وقتی شمشیر کشیده شده. میفهمید؟ ایوه. یعنی این رسم هر جنگاوریه که زبون نبودن در برابر شمشیر آخته، و این رسمیه که ایران ما رو تا به امروز نگه داشته. دقیقا چیزی که خود فردوسی هم بعداً بهش اشاره میکنه که این اتفاق چیز جدیدی نیست. این رشک و آز از درون، این جنگ افروزی و این نوع حکمت و آیین داشتن در مقابله با همچین چیزی که نسبت درونی تو رو اون وقت برقرار میکنه با اینها. حالا وقتی که میخوای اینجوری برخورد بکنی، داره به ایرج میگه نباید ز گیتی تو را یار جست. خیلی هم دنبال این نبود، کسی نیست توی این تنهایی. بیازاری و راستی یار توست، عدالت و صداقت تنها یار تو هستن.
و الان در واقع مشرق زمین و مغرب زمین میخوان که از بین ببرنش دیگه. و اون وقت خودش منتها ایرج این رو کامل متوجه نمیشه، میگه چو دستور باشد مرا شهریار، به بد نگذرانم بد روزگار. بذار من بد و با بد جواب ندم، متوجه اون موضع انفعالیه. آره. و ظاهرش اینه که چقدر انسان دوستانه است، به کسی آزار نرسونیم، حالا اونا بد کردن ما نمیدونم مثلا نفرین نکنیم، چیز نکنیم. نباید مرا تاج و تخت و کلاه، شوم پیش ایشان دوان بی سپاه. من نمیخوام جنگ افروزی، اصلا تاج و تخت و کلاه هم و نمیخوام. از اصلا میام پایین میام تا پایین، اصلا بدون خب یعنی سپاه. از اول باخت. و اینکه تویی که الان دیگه حاکم هستی، دیگه فقط خودت نیستی، مسئولیت این منطقه‌ای که دستت هست باشه. اینجوری نیستش که خودت بگی من تخت و کلاه نمیخوام، میرم باهاشون بدون سپاه مذاکره میکنم. جواب فریدون اون وقت بهش چیه؟ میگه ولیکن چو جانی شود بی‌بها، تو با این کارت داری جانها رو بی‌بها میکنی. نهد بخردن در دم اژدها، جان آدمها رو و جان خودت رو داری در دم اژدها قرار میدی. چه پیش آیدش جز گزاینده زهر، فقط باید آماده زهر باشی. کش از آفرینش چنین است بر، اژدها زهر میریزه، اژدها مهربانی نمیکنه. اژدها اینه، تو اگر جان رو در دم اژدها قرار بدی، چیزی به غیر از این نباید انتظار داشته باشی. حالا همین فریدون به پسراش وقتی داره درباره حکومت و اینها درس و تعلیم میده، قبل از همه این ماجراها یه چیزی رو میکاره توشون، و اون همینه که شجاعت، دلیری پیش شرط حکومته. هنر خود دلیری است بر جایگاه، دلیری که به جای خودش استفاده بشه، که بددل نباشد سزاوارگاه. کسی که جرأت نداره اصلا سزاوار حکومت نیست، منتها بر جایگاه، در سر جای خودش. وگرنه که دلاور که نندیشد از پیل و شیر، تو دیوانه خوانش مخوانش دلیر. این دیگه دلیر نیست. یعنی مهربانی سر جاش با اندازش، دلیری سر جاش با اندازش. یعنی همه این هاست که کنش رو شکل میده. هر کدوم اینها نه اندازش نباشه نه جاش نباشه، انفعاله، کنش هم نیست، چون از حد میگذره و دیگه اون وقت هیچ سودی توش نخواد. وقتی از حد بگذره فقط زیانه. و اون وقت حد در واقع جزئی از پدیده هست دیگه، یعنی جزء فرم پدیده هست که ماهیتش در واقع اونجا اتفاق میفته. بدان کو به آغاز شیری نمود، به گاه درشتی دلیری فزود. تو از همون اول اعلام موضعت باید دلیرانه باشه در حکومت. اگر از همون اول دلیرانه اومده باشی جلو، موقعیش که میشه، موقعی که جنگی باشه، تجاوزی باشه اینها، اون وقت دلیریه فزود، افزایش پیدا میکنه. از همون نقطه اول اگر این رو نکاری، داره در مورد حکومت باشون صحبت میکنه اصلا، که اون وقتی منوچهر که نوه ایرجه، چون ایرج رو تو اون مذاکره که خودش میگه من میرم که بد رو بد جواب ندم، میکشنش، یعنی همونجا سر به نیستش میکنه. دقیقا همون چیزی که فریدون بهش گفته بود. نوه ایرج که منوچهره بعدن خونخواهی او رو انجام میده. لحظه ای که منوچهر داره تاجگذاری میکنه، رسیده به حکومت، انگار همه اون چیزهایی که فریدون گفته بود در وجود این نهادینه. حالا در وجود منوچهر، در لحظه ای که داره تاجگذاری میکنه، میگه چو دیهیم شاهی به سر برنهاد، جهان را سراسر همه مژده داد. به داد و به آیین و مردانگی، به نیکی و پاکی و فرزانگی. این داره موضع انسانی خودش رو به جهان اعلام میکنه، یعنی مانیفستشه دیگه. دقیقا. اون تو همینجا که داره مژده میده همه جهانیان رو به آیین، به داد، به مردانگی، میگه منم گفت بر تخت گردان سپهر، همم خشم و جنگ است و هم داد و مهر. خشم و جنگ هم سر جاشه، داد و مهر هم سر جاشه. اینا رو ما هم قاطی نمیکنه. و اون وقت حالا خط کشیش رو اون وقت مشخص میکنه. هر آن کس که در 7 کشور زمین، در همه عالم، بگردد ز راه و بتابد ز دین،
نماینده رنج درویش را، کسی که به مردم فرودست ظلم بکنه، زبون داشتن مردم خیش را، مردم خودش ظلم بکنه و اونها رو زبون بدونه، و اونها رو زبون بدونه، یعنی به حساب نیاره، روشون حساب نفهمه که هویت اینجایی که داره براش حکومت میکنه اونا هن و اصلا پشتوانش هم اونا هن، نه فقط هویتش، و پیروزیش در کنش اونهاست و با اونهاست و در واقع این در خدمت اونهاست. دقیقا خدمتگزاری اونجا رو داره انجام میده. حالا در همون لحظه‌ای که داره مژده میده و میگه من این چنین هستم، داره به جهان اعلام میکنه که هر کسی که اینجوریه در کل عالم برافراختن سر به بیشی و گنج، زیاده خواهی بخواد بکنه، دست درازی بکنه به اموال مردم، به رنجور مردم نماینده رنج، بخواد به مردم رنج بده، همه نزد من سر به سر کافرند و ظاهرمن بدکنش بدترند. هر آن کس که او جز بر این دین بود، ز یزدان و از منش نفرین بود. از منش نفرین بود. مرگ بر همه ظالمان عالم. خب تو شروع حکومتته، چرا داری این حرفا رو میزنی؟ چرا برای خودت داری تشنج ایجاد میکنی؟ انسانیتش همه در اینه و هر چیزی داره سر جای خودش میگه. حالا اگر که این اتفاقا نیفته، تجاوزی بشه و اینها، وزان پس به شمشیر یازیم دست، کنم سر به سر کشور و مرز پست. اون وقت اگر حالا بخواد تعرضی بشه، دست به شمشیرمون هم آماده است، مرزشون رو با خاک یکسان میکنم. و مسئلهش هم این نیستش که اون آدمه که ظالم فلان، مسئلهش مردمه. تو همه چیزهایی که داشت میگفت، درویش، مردم، رنج مردم، اموال مردم، و در لحظه اول داره موضع خودش رو با خودش، با مردمش و با جهان مشخص میکنه. حالا یه همچین کسی که اینجوری پادشاهی رو آغاز کرده، میاد و به فریدون این وعده رو میده. الان موقعیه که اینها در واقع یکی از سران مملکت که ایرج هستش رو ترور کردن، کشتن، و حالا موضعیه که خب فریدون هم در واقع این پسران رو داشته و این توصیه هایی هم که کرده اتفاق نیفتاده. حالا نوه ایرج که منوچهره این وعده رو به فریدون میده که من اینک میان را به رومی زره، ببندم که نگشایم از تن گره. البته قبل از اینه که پادشاه بشه، ولی در واقع داره میگه من زرهی تن میکنم در انتقام گرفتن که تا انجام نشه زره ها از تنم در نمیارم، کلا انجام نشه در نمیارم. یعنی موقعی که دیگه تعرض اتفاق افتاد تا تهشم. این همون آدمیه که میگه من مهر و آیین و مردانگی هم دارم، منتها مشخص کرده که کجا تهاجم میکنم، اما کاملا از ابتدای حکومت اون دلیریه رو داره و اگریشن داره، مثلا شوخی نداره، نه با خودش، نه مملکتش، نه با ظالمی. به کین جستن از دشت آوردگاه، برارم به خورشید گرد سپاه. فقط این نیستش که میرم انتقام میگیرم، در اون میدان انتقام از زمین تا آسمون رو گرد به پا میکنم. یعنی انتقام میگیرم، به هم میریزم، انتقام میگیرم، انتقام سخت هم میگیرم. فقط این نیستش که اینا یه ضربه زدن میرم یه ضربه میزنم، که اون وقتی که در واقع این عملیات این وعده رو میخواد انجام بده، این چنین برخورد میکنه. یه بار با تور برخورد میکنه، یه بار با سلم، که حالا من قسمت تورش رو فقط اشاره میکنم. تور در یه قسمتی از جنگ شبیخون میزنه به اینا، شبانه حمله میکنه، منتها اینها چون سیستم در واقع دفاعشون و جنگشون و اطلاعاتشون همپای همدیگه سر پاه، بلافاصله متوجه میشن که اینا میخوان شبیخون بزنن و میره کمین میزنه. منوچهر برآورد شاه از کمینگاه سر. حالا که اونا که اومدن، منوچهر از کمین میاد بیرون. نبود تور را از دو روی گذر، دیگه راه پس و پیش نداشت. انان را بپیچید و برگاشت روی، برآمد ز لشکر یکی های و هوی. لشکر تور دیگه به هم ریخته شد، چون دید دیگه هیچ راه پس و پیشی نداره. دمان از پسندر منوچهر شاه، رسیدن در آن نامور کینه خواه. یکی نیزه زد بر پس پشت اوی، نگونسار شد خنجر از مشت اوی. یعنی هم ضربه بهش زد، هم خلع سلاحش کرد. فقط این که یه ضربه بزنه نیست. بعد حالا اینجا انتقام گرفته شده دیگه،
منتها وعده داده بود که انتقام سخت میگیرم. بعد از خلع سلاح و ضربه ز زین برگرفتش به کردار باد، بزد بر زمین، از رو اسب بلندش کرد، کوبیدش به زمین. خیلی رستم واره. و بعدن از همین سیره که اون وقت اونا به وجود میاد دیگه. بزد بر زمین، داد مردی بداد، حق مردانگی رو پس گرفت. فقط این که ضربه بزنه نیست، زد به خاک یکسانش کرد، سرش را همانگه ز تن باز کرد، دد و دام را از تنش ساز کرد. یعنی همون جوری که گفته بود تا ته قضیه رفت. بعد از 3 رو هم که میبینه میزنه، چیزی که شاهنامه میگه ضربه‌ای به سرش میزنه، نصفش میکنه سرم رو. یعنی اینها حالا بعداً کاملا معنی دارن. میگه من در انتقام اینی که اینجوری اومده تجاوز کردم میرم نصف میکنم دشمنو، و نه فقط ضربه میزنم، ضربه میزنم، خلع سلاح میکنم، پشیمان میکنم، به خاک هم میندازمش و با خاک یکسانش میکنم آسمون و زمین و سرش رو هموار میکنم. و مسئله جهانبینی، جهانبینی مردمه و به خاطر مردم، به خاطر رنج مردم، به خاطر دفاع از مردم و مال مردم، این مسیریه که من دارم و اینو پیاده میکنه، فقط در حرف هم نیست. این نظام جنگ، مذاکره، صلح در چیزیه که در خوی و فرهنگ ایرانی که شاهنامه داره اون موقع برامون میگه و این رو هم اشاره میکنه که جهان چون شما دید و بیند بسی. شما اولین ظالمای عالم نیستین، آخرش هم نیستین. همین اتفاق، همین رشک، همین حسدی که شماها دارید تکرار میشه در تاریخ که ما امروز داریم تکرارش رو ببینیم. ولی نخواهد شدن رام با هر کسی. دنیا به شما فرصت نخواهد داد به شما ظالمین. جهان در جهت ظالمین نیست و به سمت نور. من به نظرم اینه که این تکه هایی که از شاهنامه خوندی، غیر از نکات اساسی که گفتی، به نظرم یک چیز دیگه هم توش میاد. درس زندگی. تو زندگی هم اگر زبونی رو قبول کنی دیگه نمیتونی زندگی کنی، یعنی سرت بالا نمیاد. و اگر زندگی رو فقط برای خودت بخوای و نه مردمت و نه با مردمت، بازم اون زندگی نیست. من به نظرم میاد این خیلی هم کیش هم منش ایرانیه و اینه که ایران نگه داشته تا امروز، از این به بعد هم انشالله نگه میداره. چون در واقع این چیزیه که در رگ و ریشه مردمه. فردوسی داره چیکار میکنه؟ اینها قصه هاییه که مردم در واقع بین هم دیگه رد و بدل کردن و آورده جمعشون کرده. چون همه این چیزها خوی و فرهنگ مردمه و مردم ایران مردم ایرانن هنوز، فارغ از هر عامل بیرونی دیگه ای. اگر این عوامل درونی اتفاق بیفتد که در واقع در عقبه فرهنگی اتفاق افتاده است، هیچ وقت امید از بین نمیره، هیچ وقت ایران از بین نمیره و هیچ وقت مردم ایران از بین نمیرن و به سمت اون نور حرکت میکنن. و هیچ وقت هم این همبستگی مردم با وطنشون از بین اصلا نمیره. مردم کی بهشون میگیم مردم؟ موقعی که این همبستگی وقتی که همبستن، وقتی که اینجا هستن و این پیوند اتفاق افتاده و ما مردمیت مردم رو در واقع توی این مدت با دلامون چشیدیم. یه چیزیه که واقعا قابل توصیف و فکر فهم نیست. نه با دل میشود تجربهش کرد و ما تجربه کردیم و ازش پاس باید بداریم و قدرش رو باید بدونیم و شکر بکنیم این نعمت رو. شکرش هم شکر عملیه، یعنی همواره این غمخوارگی رو باید ادامه داد، این التیام رو باید ادامه داد و وقتی که این خوی اتفاق افتاده و در رگ مردم این فرهنگ هست، از بین رفتنی نیست. فقط باید حواسمون باشه که همواره و مدام این رو پالایشش بدیم و گردگیریش بکنیم و شفافش بکنیم. درود بر تو. مخلصیم. مخلص فردوسی بزرگ. درود بر درود بر و شاهنامه.